اینجا بخش بیزنس کلاس پرواز ترکیشه در فرودگاه استانبول و اینجا محلی برای گذاشتن بگ هاست که شما میتونید بگاتون رو اینجا بذارید یا کریاناتون رو و قفلشون کنید و از فضای لانج لذت ببرید. حالا بریم قسمت‌های مختلف لانج رو بهتون نشون میدم. این بخش که الان از همین سمت کریانا شروع میشه بخش کامپیوتر هاست که شما میتونید از PC استفاده بکنید، مکبوک اینجا. و نکته دیگه این که در فرودگاه استانبول شما فقط میتونید 1 ساعت اینترنت رایگان داشته باشید و بعد از اون 1 ساعت اگه پروازتون اکونومی باشه باید اینترنت بخرید، ولی اگه پرواز بیزنس داشته باشید در لانج فرودگاه میتونید از اینترنت فری اینجا استفاده بکنید. اینجا یه بخشی در همین لانج فرودگاه است که اگه جلسه کاری داشته باشید میتونید در اینجا تا زمانی که پرواز بعدیتون باشه این جلسه رو انجام بدید. نکته جالبی که توجه منو به خودش جلب کرد این بود که اینجا بخش یوفاست، همونجوری که می‌بینید سال قبل ترکیش ایرلاین حامی مسابقات یوفا بوده، جام باشگاه اروپا، و اینجا یک تقریبا موزه کوچیکی با امضای بازیکن‌ها انجام شده و اینجا وجود داره. دروازه‌بان دستکش دروازه‌بان چلسی، شیرنشون و منچستر سیتی، همینطور پیراهن رونالدینیو. همینطور در اینجا اگه توجه کنید یک تلویزیون و دستگاه پلی استیشن وجود داره که میتونید فوتبال بازی کنید و از اون لذت ببرید. توی این لانج قسمت‌های مختلفی برای سرگرم شدن وجود داره. یه قسمتش که بهتون نشون دادم بخش
یوفا بود که شما میتونید همونجا ببینید و لذت ببرید، همین که بازی بکنید و این که پیانو خودکار مینوازه. از این باکس هایی که نوشابه و آب رایگان اینا کلا دارن توش زیاده اینجا و اینجا حالت های قورته داره که شما میرید و حالا غذایی که بخواید رو میگید و اونها هم براتون تهیه میکنن. اینجا هم یک بخش دیگه از لانجه که باقلوا استانبولی سرو میکنه و هم به اینجا دیگه نشون بدیم. دوباره اینجا حالت سرویس داره، تنقلات داره و اینجا هم دوباره یک بخش دیگه است که بخش بیکری حساب میشه و شما میتونید گفتم اکثر غذاهاتون ترکیه میتونید استفاده کنید و لذت ببرید. یکی دیگه از جاهایی که شما میتونید در فرودگاه ازش استفاده کنید برای سرگرم کردنتون تا اینکه پرواز بعدیتون وقتش برسه، این که میتونید از گلف استفاده بکنید و اینجا بازی گلف بکنید. خب فرودگاه استانبول خب همونجا که یکی از بزرگترین فرودگاه دنیاست و پروازهای زیادی هر روز میشینه. فکر کنم رکورد 58 ثانیه آخرین بار برای هر پرواز رو ثبت کرده. خب طبیعتاً گیت های خروجی و ورودی زیادی داره. گیت پرواز من از سری شماره دی شروع میشه که شمارهش 11 و خب تابلوهای راهنمایی که زدن خیلی خوب راهنمایی میکنه. حالا قشنگ میتونید از توی بورد نگاه کنید شماره پرواز و ساعت و اینا رو و با تابلوهایی که زدن قشنگ میتونید برید سمت گیت خروجیتون و خب همونجوری که میبینید خیلی طولانیه و الان من دارم همینجوری میرم جلو تا به D11 برسم. اینجا هم خب بخش فرودگاه فروشگاه های مختلفی هست. اینجا دیوتی فری هست که حالا مثلا اگه چیزی بخواید بخرید سوغاتی اینا اینجا داره، ولی خب طبیعتا کسی توصیه نمیکنه که از اینجا خرید بکنید چون گرونه. اینجا هم D10 و احتمالا بعدی D11 که من رسیدم حالا برای پرواز. حالا بذار بریم جلو ببینیم چجوریه دیگه من سوار شدم. خب حالا موقع پرواز دوباره ویدیو میگیرم اضافهش میکنم. Yok bekledim. Bayağı kapı kaldı ama kendi kendine topladı. Resetlemek istemedim. Şu sıra götürüyorum. Tamam. 16. sıra Sürecektir. Fakat tamamlayarak yaklaşık 10 tane istiyoruz ama şuna ulaşarak tanıyoruz. Türk Hava ve Dernekçiler sizlere keyiflilerdir. Teşekkür ederim. Bu birlikte cevan değişilir. This is Captain speaking. My name is Captain American Flights. Work officers. Burak Akar and Gökçe Özdemir.
we are in command of this flight. Our flight time to New York JFK Court is 10 hours, 25 minutes. Alta preparation return start flight in about 10 minutes. On the outside, Ayşe, thank you. Tüm elektronik cihazlarınızı güç ünitesinden çıkartınız. Akıllı telefon ve tablet gibi küçük cihazları elinizde muhafaza edebilirsiniz. Dizüstü bilgisayar ve diğer büyük cihazlarınızı çanta içinde başüstü dolaplarına ya da önünüzdeki koltuğun altına yerleştiriniz. Elektronik cihazınızın kaybolması ya da koltuk içine düşmesi durumunda koltuğu hareket ettirmeyiniz ve kabin ekibine